اما کسایی که مستقل هستند، این برادر رجب میرزا در اینجا گفته است که من آماده هستم همین پل بر بگردانم به کسایی که از ما درخواست کردن یا اینکه ریزا شوند به حکومت بگذرونیم پل. اگر ریزا باشن ما میگذرونیمش، اگر ریزا نباشن ما آماده ایم همین پل در حساب صورت حساب دیگر رو بگذاریم. اگر اجازه باشه همین نقطه رو ما اینجا بخونم. خلق باید در کنار مردم باشه. از یک چیز براتون پیشنهاد میکنم، شما این چیز نظر کنین یک بار. این صفحه یکی از روزنامه‌نگارای مشهور کشور رجب میرزا است. همین انسان به درخواست مردم یک صورت حساب باز کرده بود تقریبا چند روز پیش و بعد از صورت حساب باز کردن از جانب وزارت عدلیه اینا را مجبور کردن که بیان همون پول را که جمع کردن در حساب اونها بگذارن، مادامی که اینا این حق ندارن، چون پول از جانب مردم اومده است. شاید مردم پولشون طلب کنن، یعنی مجبور دارن که بیایه سومایی که در حساب شما مردم گذراندن در ما دولت در ما بته. همه این کسایی که تا امروز پول جمع کردن از نام مردم، چند رپیراش برمد وای مکر طرفدارانی دولت، چند تا از نام مثلا سایت های وروخی برمدن ما با مردم پول جمع میکنیم، همه اینا از این پس مجبور میشن پول در اونجا بسپارن. اما کسایی که مستقل هستن، این برادر رجب میرزا در اینجا گفته است که من آماده هستم همین پول بر بگردانم به کسایی که از ما درخواست کردن یا اینکه ریزا شوند به حکومت بگذرونیم پول. اگر ریزا باشن ما میگذرونیمش، اگر ریزا نباشن ما آماده ایم همین پول در حساب صورت حساب دیگر رو بگذارم. اگر اجازه باشه همین نقطه رو ما اینجا بخونم. یک، می توانید مبلغ های خود را بازپس بگیرید. اصلا به معرکه جمع آوری کمک به ضرر دیدگان نزاع در وروخ وارد شدن این جانی پیشنهاد و درخواست جامعه شهروندی تاجیکستان بود، وگرنه همان طور از روز اول گفتم سر و کار گرفته به مبلغ را خوش ندارم. ضمن حوادث اخیر و اتحاد مردم در پیش دشمن عمومی را ما چنین تصور میکردیم که مقامات حکومتی اکنون نیرو و صمیمیت مردم را دیده و از این پس شاید در مناسبت با جامعه شهروندی شیوه دیگری همکاری را راه اندازی میکند. شخصا در مناسبت با جامعه شهروندی واقعا محض اعتماد مردم بود که در 2 روز بیش از 21,000 سامانه در کارت کشاده ما وارد گردید. فکر میکنم که معرکه خیده اوجی بیشتر در روزهای اخیر ماه شریف رمضان میگرفت. برای شرافت هر روز 2-3 مرتبه حسابات میدادیم که چی مقدار مبلغ وارد شده است. یک چند نفر گفته به نام من شخصا طریق بانک ها مبلغ میفرستند تا آنها به این خزینه همراه نماییم. با مرکز نسل نوین تاجیکان نیویورک امریکا که از بچه های وطن دوست تاجیک مقیم این کشور عبارتند، ما قبلا صحبت داشتیم و اقدام یکجایی را سر کردیم. دیرتر در روسیه نیز گروه های شدند. یک گروه بچه های حدود 80,000 روبل از سورگوت و دیگری بیش از 100,000 روبل مسکو جمع آوردند. در این روزها در امریکا هم نظر به نقل بچه ها در گروه حدود 8,000 دلار جمع آمده است. صاحب کار به ما 50,000 سومانی نقد داد و تا به 10 اکثر کشته شده رسانیم. همین کارها مثل که خوب بودند، اما دیروز در سامانه وزارت کارهای داخلی خبر پخش شد که کیم صورت حساب مخصوص کشاده شده است، شهروندان باید مبلغ خود را به آن گذرانند. در ابتدا فکر کردم که این گپ شاید سر قلابانی که میرود که از این وضعیت هم سوء استفاده میکنند و واقعا از این عمل ننگین باید پیشگیری شود. اما صبح امروز اشاره به ما نیست شد که باید مبلغ های جمع شده را به این صورت حساب چیکار کنم؟ به این صورت حساب حکومتی وارد نمایم. خوب همینجا رو اهمیت بدید دوستای عزیز. نگاه کنین اینجا خوب از ما نیز درخواست شد که به این صورت حساب حکومتی وارد نماییم این مبلغ آمده را. با آنها فهمیدیم که این اقدام شهروندی است و قانونگذاری آن را منع نکرده است. همچنین اقدام ما پیش از صورت حساب آغاز یافت. ما هر دیرم وارد شده را حسابات میدیم و آماده ایم به سراغ مشخص رسانیم. همچنین در نظر داشتیم که با تمام شدن معرکه جمع آوری مبلغ گروه کاری عبارت از شخصیت‌های معتبر و حتی کارمندان مقامات تشکیل نماییم و تقسیمات مبلغ را راه اندازی کنیم. اما آنها میگفتند که چیزی را تغییر دادن نمیتوانیم، چون سپارش
سپارش است و مبلغ هم از آنها. پس من اختیار به آنها وامیگذارم. اگر میخواهید مبلغ خود را به آن صورت حساب وارد کنیم، اگر نه آن را بازپس بگیرید. واقعا این برای من مسئولیت است و قرض پیش خدا. زیر این مبلغ ها که کمترش از 5 سامانی و کلانترش 1500 سامانی به غیر از 50,000 سامانی نقد شاید. برای بعضی ها فطر روزه، برای بعضی ها زکات. خب دوستان عزیز، من این دوامش برای شما نمیخوانم، میدونید از سامانه فیسبوک از صفحه رجب میرزا این رو واقعا پیدا کنید بخونید. واقعا جای ننگ است که ما و شما تمام مردم و جامعه شهروندی در همینجا درخواست کردن که یک انسان صورت حساب بکشاید برای مردم واروخ تا اینه که ما بتوانیم چیکار کنیم، در اونجا مبلغ خود را خیر بکنیم. ما و شما بیشترمون به حکومت باوری نداریم، اما امروز دیدید که به کسانی که به درخواست شما عزیزان صورت حساب باز کردن امروز چی بالاشون اومد. این حکومت زیادی طرفداراش از اونجا به نام طرفدارا چوبلوسا ادعا میکردن که حکومت وقتی که مردم طرفشون قدم زد 10 قدم طرف مردم زدن. خیلی قدم طرف مردم زدن. کجاست اون قدم زنی آنها با طرف مردم؟ شما دیدید که برعکس مردم و جامعه شهروندی را فشار میارن. اون پلی که در حساب اینا گذارنده است اون رو باز پس میخوان بگیرن. این واقعا جای ننگ است.